بله برو خوبی سلامتی. شکر فضل خدا. دم کن ما سکو جانم هر کس اونجا با میایه بگو فلانی نیه به سفر رفت. ها بگو نیه. چیکار کنم برو. اصلا اینا هم گناه خود منه راست میگیدن. این انسان که سودا معامله خود نفهمه انا آخر انا میته به جنجال خدا. نه به خدا سکو برارمه گناه خود منه. من گناه خود بگردن دارم. ها از من مسئله شده که معامله دعوه خرما و فروش شده بودم. حساب کاروبار خود نکردم، حساب سرمایه خود نکردم، به خرج کردن خود نفهمیدم، با موزه میمونداری خود نفهمیدم. این بدبختی ها. چکار کنم؟ همون که میگه مرد در مرد میکنه زن میکنه، مرد در نامرد میکنه زن میکنه. چکار کنم برم؟ خدا بلو که دست کتی افتادم انا بس خلاص خانواده میزن من نمیته چیز دارم. انا نمیته خرج میکنم، انا نمیته مصرف میکنم دارم. انا من برفتم که بزونه سیالی کنم خود بزدم در به در کردم. انا امروز از خونه خوبی شده نمیتونم دست قرض دار. چکار کنم؟ پناه به خدا کس ماسی آمد بگو نیه برو به سفر رفته بفهمیدی؟ بگو نیه به سفر رفته. خوبه خداحافظ. هی کی بود مرد؟ قرضدار کی؟ دم دکن بیا که میره دوتا میای آخر به ما همسایه گفتم برای اینا بگو که نیه به سفر رفته. من خوی بدبختیار هم دست تو میکشم. خیلی چرا رسمه؟ خیلی رگالی. خودک دست تو میکشم. اینمی که من به سودا معامله خود نفهمیدم، حساب خود نکردم، هرچی آوردم تو نگفتی که اینا را کجا میاری چه کار بکردی، اینمی تو بدبخت شد. چرا رسم من هر کار بانی من میکنی؟ خوب شد خود خود میدونی بچه از من میدونی من چیکار کردم؟ من خونه نشین کردی دیگه کار نکردی. آخه چرا تو هر کار بانی من میکنی؟ از اینکه پا بخزار دیگه ایلا کن. حالا ای چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ خود به قبرستان میکنم. چیکار میکنم؟ چرا به قبرستان میکنی؟ پاسال گوسفند خریدی کشتی. خوارم همه گوی کشتم من کم میدی به پیش اینا. امسال خوارم من شطاره بکشم. تو مگه گوی بخری بکشی؟ تو خو آخر به میگه پا با چشمی آخر خوار خو مادر خو مر به خیر خوشی به سکته دادن میندازی. اگه من تعمی خونه سکته نکردم بگو تو پیار نداری. چرا سکته کنی؟ آخه ازم درد کنه بسته کردم قرضدار یکی میره یکی میاد همون که میگه پاشا صاحب عشق شما گوسفند میگه اگه دیدی گوی بخور. حال می قرضدارا بدم دکنم تو گپ از ایت میزنی. مال ببزی فکرم که چی رقم از این خونه بیروشم تا درد کن برم. تو بری میگه گوی بستو. تو قرضدارا به من چقدر؟ به من چقدر نمیکنی قرض؟ من تو گفتم برو قرض کن بیا. خب مثل که مینا رو به خونه مادر خوردم یا با برارا خدا داد. آخم تو بودی که یک شب میون میمونی دیشتی این خوار خور میمون کو گوسفند قو کنیم بریم بر رستوران نون بیاریم. انا میتونم پدنالت نفهمیدم خور بزدم تباه کردم. نمیکردی فقط به من گفتم برو از رستوران بیا برو گوی بکش برو گوسفند بکش. حالا به کار ندارم دو دنیا به هم بخوره بگه گوی بکشیم حساب رستی بوده. همون گپ مردم قدیم دروغ نبوده. نفر پا دار میبردن زن میگفت پیرن سرخ به ما بخر. حالی من این دمی صد قرضدارا بخواب بیام خواب بود و تم عباس خارفتم تو بری میگه گوی بکشک بزی. غم نداره حالی تشویش نکن. حالی نداری میرم برا خو یا برا خو میستونم گوی بکشی عید ما به هم نزنی. تو به پیش خورا خواهی تا لاف زدن کنه که چی خواسته باشی من کم بیاری دیگه با نگی که نگفتم. برو خو مادر خو قرض کنم بیارم گوی بکشم. شوم همینجا قرضدار باشه. یک ذره فکر کو یک ذره عقل به کله خو بیاره. تو برو به پیش همون خوار خو مادر خو بگو شوم همیته شده. شوم همیته تکه تکه یک قرضدار میره یکی میاد ما برو گوی بکشم. سه که مادر خوار تو چی جواب تو میده؟ اگر همونا با تو به قرض دادم من بفهم که همه تمام خانوادگی شما بی عقله. های با مالی بی عقل شدی شما عقل دار شدی. آخه زن این دمی صدمر میای قرضدارا میبره تو تا جایی که بگی هیچ چی نمام من هیچ چی نمیخورم همین قرض تو خلاصه تو بری میگی برو گوی بکش. من میرم از پیر مادر خو قرض نکن تو گوی بکش. آخه تو چی رقم زنی؟ من چی رقم زنی؟ من میتونم زنی گوسفند گوی بکشی چیکار میشه؟ اقلا سر میگی 4 تا بالا میره
سخو میتونه بالا گرفته خواهد اینجا گردن میزنه که شیبه بچه جگارت کرده فلانت کرده آنی باید گری و من نبدیشتم. آخه زن آدم داشته باشه غمی نداره. ای به راه خدا میدی. ای هیچ گپی نیه. وقتی نداشته بشی قرضدار بشی قرضدار به درد کن تو استاده باشه مبرون گی بکشم. هم قرضدار نمیگه که تو بیا قرض خود بدی تو قربانی نکن. نمیکردی. قرضدار به من چیه بودی تو درد خونه به من؟ گوزا قرضدار نشدی. خدا میرد تو درد کن چیکار میکردی چی میخوردی کجا بره تیار میبندازی میخر ببر. اینا به خوردن ما خلاص میشد. اینا به خوردن ما خلاص میشد. می چی خورد و چیکار کردم؟ آخه از او استاده هر چی برداری خلاص میشه. ما به تو میگم کاروباری ندارم تو میگی ما سواش خوار خو میمون دارم از زمین چاپ میکنی ور در بیاره. تو بری میته میگی. خب غذا استاده تو هر چی برداری کار میکردی تجارت میکردی چیکار میکردی؟ آخه تجارت کردم که نمیته نفهمیدم. خدا میدونه. تجارت خو نفهمیدم. خدا میدونه من تو کجا خرج کردی چیکار بکردی؟ به کدوم رفیق خودت دیار میبندز میخرمه ایت خود مسلمت نگی که با قرآن به مون خمیر میکشم و فهمیده که تشون نگاه میزنی به سر به یعنی من پولار به رفیقا خود خدا میدونه بیام به زن خود زندگی خود دروغ میگم می یک کلمه را گپ راست بالا از تو نشنویدم ارمون بدل بگو که تو یک کلمه به من راست میگی اب تو کامل کلمه گپ زد و گفتی چی کار و فلان و دروغ من خرد کردی ما ارمون بدل ما بمون که تو زن ما درک کنی تو زن بفهمی تو زن یک شای بپرسی که زن همی گوشتار استوندی از کجا بردی اینا رو از کار کرده خوردی اینا رو از سرمایه خوردشتی اینا چه کار کردی انا فقط به مو میگه به جاری بیا آوردم به پاری تو بدر کردی اصلا به قصه ابرو عزت شرف من نسوندی من گناه منه که من خدای شما مردم دستکته خیشی کردم شما هموت میخوریم میپوشیم داریم من پدرات نداشتم بیا آوردم خود به جنجال خدا انداختم خدای شما مردم خب یک شو دوشو بسته بپرسید که نه کجا میره چیکار میکنی با تو چه قرار تو میبدی جواب بیت ندی اصلا گناه خود من همون مردم قدیم بگفته که پا خور اندازه گلیم خود راست کو من نباید خود شما مردم خیشی میکردم شما داشتیم من نداشتم من گفتم بلکه به کنار شما من صاحب چیزی شم نفهمیدم که زن مرتبا میکنه